سلام خدمت شما ملت نمک نشناس، عروس جنجالی زیبا باهوش و بسیار هنرمند شما می باشم، عروس سفیر، که در صفحه خودم همونجور که مطلع هستید بسیاری از شما قربان صدقه رفته های من دارید دیگه. قربان صدقه هم زیاد میرید در صفحم. خواهران، عزیزان، مفخوران، آقازاده ها، خانمزاده ها، آنهایی که کیسیگونی های ما را زیاد خرید می کنید و عاشقش می باشید، چون که بسیار فرانسوی می باشد. اولالا من را مشاهده کردید با ماسک صورت، چون که خب ما نمیتوانیم خدایی نکرده بدون ماسک صورت کار کرده، طراحی کرده، لباسهای لخت آنچنانی طراحی کرده، لباسهای دکولته مینوژو. دیدید که در صفم باید حجابم یه وقت نیفتد، اگر بیفتد دلارها هم میافتد. من رو دیدید که با ماسک صورت معمولا هستم. ماسک صورت ما معمولا به دکترها تعلق دارد که بهشون داده نشده است که کار از N95 که معمولا در اتاقهای جراحی برای جراحی های قلب و مغز و اینها استفاده می شود که میکروب به داخل بدن بیمار نرود. اما چون ما قشر خاص جامعه می باشیم و بدون ما اصلا جامعه نمی چرخد، آخه مگر می شود من کیسه گونی طراحی نکنم؟ تصورش اصلا قابل تصور هست؟ وای چقدر احساس فرانسوی بودن امروز به هم دست داده. اولالا کاشکی میشد مینیجوب میپوشیدم، موهایم را مانند خواهرم چتری میگذاشتم. حالا عیبی ندارد، الان مجبور هستیم حجاب سرمان میکنیم. بذارید من یه چند تا عکس بگیرم. چقدر معصوم. آره کجا بریم؟ همونجور که میدونید من از این ماسک ها مدتی هست که استفاده میکنم، اما وظیفه انسانی خود دانسته که به شما خواهران، مفخوران و آنهایی که میایید مرتب قربان صدقه من در صفحه من میروید، به شما هم ماسک یاد بدهم که بتوانید از خودتان محافظت کنید. خب خواهران، به این گونه هم میباشد. اولین کاری که میکنی یکی از جوراب‌های من، این جوراب آقای سفیر میباشد، البته این نصفش میباشد، یه مقدار گنده به نظر میرسد، دیو مابانه به نظر میرسد. خب ایشون خیلی مثل که با این رفت و آمد زیاد داشتن به این جوراب، به این گنده شده است. جوراب رو ور میدارید عبست نصف میکنید. وای چتونه؟ یک دفعه بیشتر من توضیح پاشنه جوراب را میبینید؟ این پاشنه میدونم گنده به نظر میرسد، گفتم که آقای سفیر با این جوراب خیلی رفت و آمد داشتن، دویدن، معامله های آنچنانی. دارید که با این جوراب رو برمیدارید، این جایی که انگشتای پایتان میرود از وسط نصف میکنید. بعد بالای جوراب را چه میکنید؟ با قیچی، نه با اره، قیچی چیکار میکنید؟ قیچی میکنید تا میشود واز میشود. میفهمی؟ من میدونم من بسیار باهوش هستم، دکترای معماری از دانشگاه اهواز. بعد چه میکنید؟ اینجا پاشنه پا کجا قرار میگیرد؟ زیر چانه ایتان قرار میگیرد. خب بعد همینجور که این وسط واز کردید دوباره این را یک دولا زده تاشو گرفتید. امیدوارم که گرفته باشید، چون قصد ما انسان دوستی و مراقبت از شما می باشد. بعد این رو چکار کرده؟ عوسط نصف کرده. بعد این گوشهش رو با قیچی بریده که می شود زیر پشت گوشتان می افتد. کار خاصی نیست. زیاد گرفتید؟ این گونه می شود. اینو میذارید اینجا تا اینجا پشت گوشتان میشود ماسک صورت. دیدید چقدر ما به فکر شما هستیم؟ ماسک از جوراب. تمام شهروندان باید این گونه به فکر استقامت، مقاومت در مقابل مریضی ها باشند. وای چقدر فرانسوی به نظر میرسم امروز. میگم یه چند تا عکس دیگر از خود بگیرم. سلفی
کاشکی چند تا از بچه‌های سیستان و بلوچستان هم اینجا بودن که من باشون عکس میگرفتم که نشان میدادم که چقدر وفادار و فداکار میباشم. نه اب نداره، دفعه دیگر. آره خواهران، بعد کار خیر امروز را که دیگر انجام دادم، به شما یاد دادم چجوری از جوراب‌های کهنه برای خودتون ماسک صورت درست کنید. اگر از این به بعد شما ماسک N95 ماسک های بسیار خوب پیدا کردید، خواهش میکنم آنها رو برای من بفرستید که من بتوانم خودم را با این ماسک ها چیکار کنم؟ محافظت کرده و شما هم جوراب ها رو پاره کردید، دور دهانتان ببندید و از خودتون محافظت کنید. خواهش میکنم به صفحه من نرید، اینقدر قربون صدقه نرید. وای دیگه دارم بالا میارم. بروید تو آموزش بعدی. اولالا